با بازگشتی دوباره به سخنهای بارسا تنها همین را علاوه کردنیم که فابریک استحصال کننده استعدادهای فوتبالی از یک جانب به یگان ترانسفری کلیدی آنقدر نیاز هم ندارد. پدری را تعریف سر کردیم که گاوی پیدا شد. گاوی را تعریف تمام نکرده که یامال همگان را در حیرت میگذارد. این نوبت باشد داستان‌ها اطراف یامال و مانند کردن او به مسی تمام نشده در اکادمی لاماسیا باشد چهره چون اتعای نو پیدا شد. اینجا گپ سر فود دیالوی 12 ساله می رود که الکی در 30 بازی بارسا U16 96 گل به ثمر رسانیده است. فود را نفران داننده فوتبال چون حمله‌وری دارای آینده ایدئالی میشناسند و از برای داشتن اقتدار گلزنی از دل موقع زیاد قدر میکنند. در حالی که الکی 96 گل در یک موسم زده است، یامال در سن سال او همگی 68 گل زده بود. خلاص که بارسا با وجود داشتن چنین استعدادهای نادر در سالهای نزدیک دیگر همه رقیبان را ترسان میکند.